سوال 44: شرک چیست و نمودهای آن کدام‌هایند؟ جواب: بدان که توحید مقابل شرک است. توحید مقابل شرک است و شرک عبادت کردن الله سبحانه و تعالی و همچنین در این مورد عبادت غیرش که در بالا بیان کردیم. و شرک به سه نوع تقسیم می شود: شرک اکبر، شرک بزرگ، و شرک اصغر، شرک خرد، و شرک خفی و شرک پنهان. اما شرک اکبر، شرک بزرگ باشد، این نوع شرک انسان را از دایره اسلام خارج میکند. و شرک اکبر به 4 نوع تقسیم می شود: شرک دعوت، شرک دعا، یعنی دعا کردن و یاری جستن از غیر الله سبحانه و تعالی. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی در سوره عنکبوت آیه 65 می‌فرماید که فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقتی که سوار کشتی میشوند الله را با اخلاص خالص میخوانند، دعا میکنند از این برای نجات خودشان. وقتی که آنها به خشکی میرسند، نجات پیدا میکنند، باز به سوی شرک خود باز میگردند. دوم شرک نیت و اراده و قصد، یعنی عمل را تنها برای دنیا و زینتش انجام دادن. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها يبخسون. هر که زندگی دنیا و زینت آن را اختیار نماید و بخواهد، الله با آنها عملهایشان را در دنیا پورا می‌دهد. دنیا را بر آنها پورا می‌دهد و بر آنها در دنیا ظلم نمی‌شود. اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار. اما آنها در آخرت آن کسانی هستند که در آخرت جز آتش جهنم برای آنها چیز دیگری نیست. و حبط ما صنعوا فیها. و آن عمل، آن کارهایی که در این دنیا انجام داده بودند، آن عملهایشان باطل حبطان میشود، چون دنیا میخواستند، دنیا را عبادت کردند و آن کارهای دنیایی که میکردند، آن کارهایشان در آخرت به اثر میشود، به اساس میشود. سوره حود آیه 15 و 16. سپس شرک طاعت، شرک اطاعت میگویند. اطاعت نمودن و فرمان برداری کردن از آن کسانی که حلال را حرام میکنند، حرام را حلال میکنند از مردم، پس اطاعت کردن آنها این شرک است همچنین. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیه 30 می‌فرماید که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. عالمان و راهبرانشان را به جای الله پروردگار گرفتند. برای همین جایز نیست که از هیچ عالم پیروی کرد مگر با دلیل، نه اینکه هر چی بگوید گرفته رفتن میگیری. این آیت وعید شدید است برای آن کسانی که تقلید کورکورانه میکنند از هر کسی. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. عالمان و راهبرانشان را به جای الله پروردگار گرفتند. و المسیح ابن مریم، و این چنین مسیح ابن مریم را نیز نصارا اله گرفتند. و ما امروا الا لیعبدوا اله واحده. در حالی که امر نشده اند یا که امر نشده بودند مگر اینکه تنها الله یگانه را عبادت کنند. لا اله الا هو سبحانه عما یشركون. اله بر حق جز او نیست، او پاک و منزه از هر عیب است، او پاک است از آنچه که بر او شریک می‌آورند. و دیگر شرک محبت، شرک محبت یعنی دوست داشتن غیر الله همانطوری که الله را دوست می‌دارد. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است، می‌فرماید در سوره بقره آیه 165: و من الناس من اتخذ من دون الله اندادا یحبونهم كحب الله. بعضی از مردم هستند که با جای الله همتایان میگیرند که آنها را مثل الله دوست می‌دارند. والذین آمنوا اشد حبا لله. اما آن کسانی که ایمان آوردند الله را سخت‌تر دوست می‌دارند. پس معلوم میشه که مشرکان دعوای حب الله میکنند، آنها دعوای محبت الله میکنند. هر کس دعوای محبت الله کردن میتواند. ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا و ان الله شدید العذاب. اگر ستمکاران بینند وقتی که عذاب را میبینند که تمام قدرت از آن الله است و الله عذابش بسیار سخت است. اما شرک اصغر شرک خود باشد، مثل ریاکاری، عمل رو برای نمایش، برای شهرت، برای خود نشاندهی انجام بدهی. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. پس هر کی امید رحمت الله را دارد، امید واخری با پروردگار را دارد، فلیعمل عملا صالح، پس عملهای صالح و شایسته نیکو انجام بدهد. ولا یشرک بعبادت رب احد. و در عبادت الله کسی را شریک قرار ندهد. سوره کهف آیه 110. و نوع سوم شرک خفی، شرک پنهان، یعنی شرک که بسیار پنهان است و انسان نمیتواند آن را احساس یا که تشخیص نماید. و دلیل آن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند الشرک فی هذه امه. شرک در این امت اخفى من دبیب نمل، پنهانتر و خفیتر است از راه رفتن مرچه دبیب نمل على صفاء سوداء، مرچه سیاه بر سنگ سیاه، فی ظلمت اللیل، در تاریکی شب می رود. از این دم پنهانتر است شرک. این حدیث را امام احمد روایت کردند.